آجی محمد این چه اینقدر حرف میزنی پسرم؟ این قیچی زدن دوست داری؟ مثل ماهای آجی اون سری قیچی کرد. نفس عمیق بکش. نباید تو کارشون دخالت کنی. برادرم 2 دقیقه بعد خوب میشم. چون خودم خراب کنم. قیچی نمیداد تو رو چنگ زد؟ اون داداش تو رو خیلی دوست داره. مامی داداش کجاست؟ چرا ساکت شدین؟ ساکت میشین خطرناکی. حالا برو. من مخامدانیم. خره تموم شد.